عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما عزیزان همراهان CNC بانک. امیدوارم هر جایی که هستین حالتون عالی باشه. در خدمتتون هستیم با یک آموزش رایگان در سطح مبتدی برای دوستان تازه کارمون، دوستانی که تازه میخوان کارشون رو شروع بکنن. میخوایم امروز نحوه جیکدگیری کفتراشی رو بهتون آموزش بدیم. این آموزش همونطور که گفتم در سطح مبتدی هست. دوستانی که میخوان آموزش‌های 0 تا 100 و از مبتدی تا حرفه‌ای رو به صورت کامل و جامع داشته باشن، میتونن دوره‌های طراحی و جیکدگیری ما رو داشته باشن و استفاده بکنن. بریم سراغ آموزش. یه دونه صفحه جدید ایجاد میکنیم. میام قسمت دو بعدی. فرض بکنید ما اینجا یک مستطیل داریم و این رو میخوایم کفتراشی بکنیم. کفتراشی به این معنا که داخل این مستطیل رو به صورت کامل در یک عمق دلخواه برداریم. فرض بکنید مثلا ما میخوایم 10 میل این مستطیل رو کامل داخلش رو کفتراشی بکنیم و گود بکنیم. این میشه کفتراشی. حالا ما چجوری این کار رو انجام بدیم؟ میریم از قسمت مستطیل رو انتخاب میکنیم، از قسمت تول پس 2D تول پس یا همون جیکدگیری دو بعدی، تب دوم ارکلرنس رو انتخاب میکنیم به معنای کفتراشی و سطح برداری. حالا دوستان لازمه بگم که دوباره ما اینجا نمیخوایم همه این گزینه ها رو توضیح بدیم که چی به چی و هر کدومش به چه دردی میخوره. اینا رو ما در دوره هامون گفتیم. اینجا میخوایم برای دوستان تازه کار که میخوان روزمره یک کار کفتراشی رو انجام بدن، این آموزش رو برای این دوستان میخوایم ضبط بکنیم و استفاده بکنن. برای این کار میایم اول عمق کفتراشیمون رو تعیین میکنیم. چه میزان میخوایم این گود بشه؟ به فرض میخوایم 15 میل ما این رو گود بکنیم. از این قسمت تول لیست میایم ابزارمون رو انتخاب میکنیم. یه دونه ابزار به دلخواه انتخاب میکنیم. طبیعتا هر ابزاری هم برای کفتراشی مناسب نیست. ابزارهای اند میل، ابزارهای مخصوص کفتراشی، اینها مناسب تر هستن، وگرنه با هر ابزاری شما اینجا بدی آرکم ازتون قبول میکنه. ولی خب طبیعتا ابزارهای تخت باید برای کفتراشی استفاده بشه. یه دونه تیغ ما از اینجا انتخاب میکنیم. یه خورده حالا ارزش زیاد باشه، مثلا تیغ 16 میل رو انتخاب میکنیم. اینجا مشخصات تیغ برای ما میاد که ازش میگذریم. اینجا استراتژی های جیکدگیری، استراتژی های کفتراشی رو برای ما آورده که دو تا نوعه، یا راستر یا آفسته. راستر شما میتونی زاویه حرکت تیغت رو انتخاب بکنی و آفست هم به یک صورت دیگه هست که حالا ما جیکدمون رو بگیرین هر دوتا رو کاملتر براتون توضیح میدیم. بعد از اینکه راستر یا آفست رو انتخاب کردین، میایین ضخامت MDF تون رو از این قسمت ستاپ تنظیم میکنین، مثلا 16 میل. یه دونه اسم برای جیکدتون در قسمت نیم مینویسین و جیکد رو میگیرین. این جیکد انتخاب شد و گرفته شد. حالا برمیگردیم به قسمت راستر و آفست. ببینید اینجا جیکدمون رو دوستان دقت بکنید. مسیر حرکت تیغه در این راستر و آفست که میخوایم تعیین بکنیم، الان راستره به صورت افقی هست. یعنی شما چون زاویه‌تون اینجا صفره، راستر رو انتخاب کردین و زاویه‌تون رو صفر دادین، تیغه با یک زاویه صفر و کاملا به صورت افقی از این سر میاد اینجا، از این سر برمیگرده دوباره میاد اینجا و به صورت افقی حرکت میکنه و سطح رو برای ما کفتراشی میکنه. ولی فرض بکنید یه زاویه بهش بدیم، مثلا 30 درجه. باز مستطیلمون رو انتخاب میکنیم، جیکدمون رو میگیریم. ببینید مسیر حرکت تیغه عوض شد. الان با یک زاویه 30 درجه میاد این سطح رو برای ما کفتراشی میکنه. هر زاویه دلتون بخواد میتونید اینجا بدین و این تنظیمات هم که ما اینجا ازش میگذریم میتونید براش اعمال بکنید. حالا آفست چجوریه؟ آفست دیگه زاویه نداره. در حالت پیشفرضش ما وقتی جیکد رو بگیریم به این صورت عمل میکنه که میاد از وسط شروع میکنه و این مستطیل رو کفتراشی میکنه، به حالت مستطیلی حرکت میکنه و به سمت بیرون تا همه سطح رو کفتراشی بکنه. باز اینا هم توضیحات خودش رو داره که ما اینجا ازش میگذریم. پس به همین سادگی ما تونستیم یک جیکد کفتراشی رو بگیریم. حالا باز مراحل رو یک جنبندی بکنیم و تکرار بکنیم. میایم از قسمت تول پس 2D تول پس ارکلرنس، یه دونه عمق در فینیش تپس بهش میدیم، مثلا 15 میل. ابزارمون رو انتخاب میکنیم. حالا هر ابزاری، ابزار خودمون فکر میکنم این بود، حالا ابزار 16 میل این ابزار بود. این ابزار رو انتخاب میکنیم، ابزار 16 میل. حالت راستر آفست به دلخواه خودمون تنظیم میکنیم. یه دونه اسم برای جیکد مینویسیم و تمام. جیکد ما گرفته شد. حالا دوستان ببینید مثلا ابزارمون یه خورده بزرگ باشه، ممکنه این گوشه ها رو قشنگ در نیاره. ما میتونیم دو تا تیغه هم برای کفتراشی انتخاب بکنیم. یه دونه تیغه بزرگ برای کفتراشی
سطوح کل سطح بزرگمون و یه دونه تیغه کوچیک هم برای در آوردن این گوشه های کار که این هم باز اینجا جاش نیست و ما توضیح نمیدیم. پس شد یه دونه عمق فینیش دپس، یه دونه تیغه که اینجا انتخاب میکنید و یه دونه عمق ضخامت MDF تون که اینجا تعیین میکنید و جیکورتون میگیرید. حالا بذارید ما سیمولیشن رو بزنیم، یکی از این جیکورها رو حذف بکنیم، این رو سیمولیت بکنیم ببینیم به چه شکل در اومده. پس این شد نتیجه نهایی کارمون. الان شما این سطح رو به اندازه 15 میلیمتر که تعیین کردین کف تراشی کردین و کامل این سطح برای شما برداشته شده به صورت مستطیلی.